متاسفانه کشورهایی که به اسم کشورهای اسلامیه عکسش داره نشون داده میشه. من یادمه یه انقلاب شد تو عراق حدود 50 سال قبل، بیشتر کمتر. قبلش مظالمی بود، سالها ظلم ها شده بود. اونایی که شنیدن یا خوندن یا بودن عراق، مظالم نصرت سلمان بود تو عراق. چی بود؟ خب به اسم از بین بردن مظالم یه انقلاب شد اون روز تو عراق. به اسم اینکه ظلم ورچینده بشه میخوان ظلم را کنار بزنن. اونقدر بعضی شخصیات اون روز عراق باورشون شد این مطلب که یادم یکی از شخصیات معروف عراق این تلگراف زد برای رئیس انقلاب اون روز، زعیم اون روز انقلاب، این آیه شریفه را نوشت: و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. این تو نبودی که انقلاب کردی، این خدا انقلاب کرد. و ما رمیت اذ رمیت، اینو تو تلگراف نوشت. بعدش چند روزی گذشت، چند سالی گذشت، همون زعیم، همون رئیس، همون حاکم و ما رمیت اذ رمیت شروع کرد در افتادن با امام حسین، با شعائر حسینی. یادم منع کرد، مؤمنین هم اعتنا به منع نکردن، بیرون اومدن. اینا هم یه عدهشون که تونستن بگیرن گرفتن، بردن، رو زخماشون میگفتن فلفل و نمک میریختن. سال دیگه هم محرم زنده نبود، خود همون مردم کشتنش. قصه صدام نبود که آمریکایی ها بیان و از خارج بیان و فلان. کسی که و ما رمیت اذ رمیت بسش نوشتن. جوونا گول نخورید مثل پدراتون که بعضیاشون گول خوردن نشید. تاریخ پیغمبر رو خودتون بخونید. هرچی میگن نگید راست میگه، نگید درست میگه.